و گفتی مسلمانا عمرشان عمری عجب بود و خانهشان پوری باشد و شما رای سفید در زندگی سلامت باشید از دنیا. سرودای نامتی ما برای هر دو شما. به تو مهمان می روم صد دره با عمری من به تو مهمان می روم از پیچو بینم سوار و تازون می روم توشه ایمم بود نماز و روزلک باسی نشد به نماز و روز آخیر من پرارمان می روم توشه ایمم بود نماز و روزلک باسی نشد به نماز و روزلک آخر پرارمان می روم شست و شی سال جوی بکندم تا بنوشم آب از آن آبی جویم جاری شد ناخورده حیران می روم مادری مسکین من بیزار می نالد مدام از ناله های زاری او آخر پرارمان می روم صد دریغ عمری من به تو مهمان